بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، فکر نکن یاد تو بودم، کار نداشتم ول میگشتم. آقا برنامه تمومه، خواهش میکنم ولمون کنی. چشم من بیا منو یاری بکن، خونه ها خشکیده شد کاری بکن، غیر گریه مگه کاری میشه کرد، کاری از ماه میاد زاری بکن. اون که رفته دیگه هیچ وقت نمیاد، تا بیامد دل من جواد میخواد، قصه گذشته خیلی خوب دیگه. مخلص شد. چون باحال هستید یه خبر جدید بهتون میدم. نوار کاست قدیمی صدای گریه نوزادی داریوش هم پیدا شده. جدی میگم نخندید. داریوش در زمان نوزادی به این شکل گریه میکرده. خب بس دیگه حسن ریوند بیا عزیزان لب کارون آقا عزیز و ویلا ویلی های دوست دارم خیلی خب این نامرد روزگار نگذاشت که من جوابشو بدم، چون میدونست. همون آهنگی رو خوندم. خیلی خوب خیلی خوب. اخراجی های 3 خوندی تو. ولی جدی اشتباه کردی اینو نگرفتی و من یه پول کچلوار گذاشتم براتون. جواد برنده جایزه نوبل شد یه سال، همونطور که اصغر فرهادی کارگردان بسیار خوب، به افتخارش دست بزنید. جایزه اسکول رو اسکار رو گرفت به خاطر ساختن فیلم جدایی نادر از باقر که این فیلم بسیار تکان دهنده بود، خیلی تاثیرگذار بود. سرنوشت زندگی جواد خب تمومه دیگه، اجازه میدی ما خدا جواد قبل از اینکه هنرمند بابا بشه، خجالت قبل از اینکه مجری بشه دزد بود. یه شب رفت دزدی توی خونه، یه زن تنها تو اون خونه زندگی میکرد. اونقدر اون زن ترسیده بود، اون موقع ریشاش اینجوری بود، هپری بود. برگشت به جواد گفت آقای محترم تو رو خدا با من کاری نداشته بود، بیا این طلا و پولا مال تو. جواد گفت برو خودتو به اون رو نزن، بگو نون خشکا کجاست. اینقدر باحالی جواد من دوستش داشت. دست بزن به افتخار. خب واقعا دیگه فرصتی متاسفانه نداریم، بس دیگه بخونی میذارم تو دهنم. عرض کنم که این قسمتشو ندیدید شما، حواستون نبود، ولی واقعا فرصتی نداریم. من خیلی خودم آماده کردم که حالشو جا بیارم ولی نشدی، خودش میدونه. ادامه بدم؟ نه باور کنید غذاتون داره زنجیر منو پشت کو. چیکار کردی بعدش؟ پشت کو میرن اون کارا رو میکنن؟ خجالت بکش. مگه خونتون دستشویی نداره؟ به افتخار حسن ریوندی دیدم توی رودخونه. خیلی متشکرم. جواد هستم. تو همین رودخونه فشم داشت با کت شلوار شنا میکرد. گفتم این چه کاریه؟ چرا با کت شلوار شنا میکنی؟ گفت نه من دارم لباسامو میشورم. گفتم مگه تو خونه ماشین لباسشویی ندارید؟ گفت نه اون تو سرم گیج میره. ببین کیه چیکار میکنه؟ بی‌نصیب. آقا زمان نداریم، حدود 70 ساعت شاید اجرا باشه. الان ما 17 دقیقه‌شو اجرا کردیم. باقی کارهای غیر مجاز من رو میتونید در سایت من ببینید. فقط کافیه تو اینترنت بنویسید به فارسی، زیادم به خودتون زحمت ندید، بنویسید سایت رسمی حسن ریوندی یا .ir یا .com. وای نمیدونم
ناقله ها از کجا رفتن؟ از 20 سال قبل که من شروع به اجرا کردم همینطوری کلیپامو گذاشتن، هر روز هم کلیپ جدید میذارن. اصلا این چیز عجیب غریبی. برید دیدن کنید از سایت من. ایشون هم به عنوان اینکه بچه‌ها رو بترسونه اونجا واقعا حسن ریوندی یه خورده کلاس داشت جدی، با این همه استعداد. این که گفتم این کت شلوار برای خودش توی از پشت کجا ناصر خسرو میخرن اینا، باب همایون، باب همایون. دیدی این کت شلوارش از کجا میخره؟ بهتر از من میدون. من خواهش میکنم